الله 4 قسم مخلوق خدا داره. برای بعضیش بچه میته، تنها دختر نمیته. برای بعضیش دختر میته، بچه نمیته. برای بعضیش هر دوش میته، هم بچه میته هم دختر میته. برای بعضیش هیچ کدامش نمیته. خب عالی کسی که اینجا شیشته او کسی که الله برش بچه و دختر نمیته، این برش میگه که من برات بچه و دختر میتم. یعنی تقدیر الله را تغییر میته. یعنی این صلاحیت داره که تقدیر تغییر بده. و این که نشته کده میره فکرش را 500 است خبر نداره که خودت تکه تکه کردی خانه خراب. این یک 6 تا پوش بده میره باز خاک و شطور که با اینمی تعویض زدی خدا عالم غیب ساختی دا ما فوق اسباب گفتی من تصرف کردم میتونم. از این خاطر بسیاری کسایی که عقیدهشان خراب است که میگه در آخر زمان یک نفر صبح مسلمان میباشه دیگر کافر میشه، خیلی علتش است که از عقیده خبر ندارن، فرق بین عالم اسباب و ما فوق اسباب نمیکنن. عالم اسباب عالم ما انسان هاست، عالم ما فوق اسباب عالمی هست که در تصرف موجود نیست، حتی در تصرف پیغمبرها نبودن. پیغمبری که اولاد نمیداشت حضرت محمد صلی الله علیه و چرا اولاد نداشت؟ چرا بچه‌هاش کلش در طفولیت فوت کردن؟ چرا بچه جوان نداشت؟ به خاطر از اینکه برای موضوع عقیده بکنیم که پیغمبر نمیتونست برای خود بچه بده. اگر میتونست خود 20 بچه را خود خوش داشت، نمیگه که 20 بچه داشته باشه سر معامله شه و بخواد دفاع بکنه. وقتی که خود پیغمبر بچه جوان نداشت، معنای از این است که پیش رویش در آغوش خودش بچه جان میته. وقتی که اولادش پیش روی خودش جان میته و نفسش میبره و او را شفا دادن نمیتونه و او را مرگش پس گشتاندن نمیتونه و او در طفولیت طفلایش میمره و پیغمبر میاد در احادیث که گریه میکرد و میگفت که انا لفراقک یا ابراهیم لمحزونون، من جگرخون هستم در فوت تو بچه که ابراهیم. خب پس چرا که پیغمبر در عالم اسباب زندگی میکنه و خلق کردن و تصرف کردن در امور و برای کس بچه دادن، برای کس دختر دادن، کلش مربوط الله میشه و دیگه پیغمبر تصرف کردن نمیتونه. امروز ما مالک متصرف به عوض الله یک مخلوق قرار میدیم که این مخلوق میتونه این کارو بکنه و یک تعداد انسان‌های که بیچاره یا دجال است شیطان است میفهمه به خاطر کفر خودی کار میکنه و یا که بسیار بی‌عقل است، از دین بی‌خبر است، از عقیده بی‌خبر است، درس دین نمیفهمه، تا بال یک روز هم اسباب مافوق اسباب نمیفهمه. از این خاطر دایری بدبختی ها گرفتار هستند.